با سلام خدمت دوستای عزیز. من هاشم حیدری هستم، 33 ساله از تهران. اردیبهشت ماه سال 1400 من با آقای سالاری و گروه بین‌المللی افق آشنا شدم. اول خرداد ماه باهاشون جلسه مشاوره داشتم و 4 خرداد ماه قرارداد باشون بستیم. ایشون و تیم حرفه‌ایشون زحمت کشیدن برای کالج توی تورنتو و من پذیرش گرفتن. یعنی ایشون تونستن برای 14 آبان ماه برای من وقت انگشت‌نگاری بگیرن و 20 آبان ماه من پاس ریکوست شدم و این هم ویزای منه که صادر شده و رسیده دستم و الانم برای همسرم اقدام کردیم. کارش توی دست اقدامه و الانم منتظر جواب ویزای همسرم هستیم. توصیه میکنم به تمام دوستایی که فکر میکنم مهاجرت چه تأثیری، چه کاری و چه خانوادگی براشون مناسبه و میخوان اقدام کنن، حتما با آقای سالاری و گروه بین‌المللی افق مشاوره داشته باشن. مطمئن باشید مسیر شما هموار میشه. ممنون. گروه بین‌المللی افق، همگام با شما تا افق آرزوها.